امروز درباره سامان خدا صحبت خواهیم کرد. سرآمد سرحلقه و سرآمد و پدرسالار خاندان سامانیان. بله. گفتن جایز است که سامان خدا از دوده و دودمون بهرام چوبینه بوده. نیای چهارم بهرام چوبینه است، یعنی فرزند چهارم بهرام چوبینه است. از روی سرچشمه‌های تاریخی که ورقگردان کردیم و در همون رمان اسماعیل سامانی من نوشتم، در همون جا یک باب است درباره سامان خدا و از تاریخنامه ها پیدا کردم، تاریخنامه های عهد قدیم و عهد جدید، که سامان خدا از خاندان بهرام چوبینه رویده در بلخ تا مدت تا آمدن همون چی میگن لشکرکشان اسلام، تا آمدن احناف ابن قیس همون حاکمی شهر بلخ بوده است. بهرام چوبینه چنانه که ما در برنامه گذشته نقل کردیم، تخمینا سال 593-94 بر اثر زهر دادن کشته می شود. طرف طولون نام غلام ترک تباره که خسرو پرویز پول و مال زیاد فرستاده با واسطه خاتون حاکم ترکا فرموده این را زهر داده میکشند. و به تخت یکی از فرزندان او میشیند که او 3 پسر داشت. پسر کلانه مهران، پسر دوم نشرات، پسر سیوم شاپور. همین نشرات در بلخ حاکم می شود. انا مهران در دایروزار گفتگی جا هست، همون با خسرو پرویز سازش میکند و در همون دایروزار مرزبان می شود، یعنی سپاه سالاری مرزبان در دایروزار. شاپور باشد پسر سیومش در خراسان همراه تقای همون خسرو پرویز با نام بستام، در دست همون بستام سرلشکر می شود. سرلشکر بستام بود و بستام در زیر دست مثلا تبرستان و گرگان و مثلا خراسان و همین منطقه را داشت و در همه جا حکمرانی میکرد و میان خسرو پرویز و تقایش بستام ناراضگی می شود و این به آشوب میخیزد و همون پسر سیوم بهرام چوبینه با نام شاپور برای ستانیدن کین پدرش که پدرش را برکنار کرده بودند در این آشوب‌ها همراه می شود و در نبردها کشته می گردد. شاپور پسر سیومش و نشرات اونه که همون سراولاد به واسطه سامان خدا است در بلخ حاکم بود. این نشرات مدت پادشاهی میکند تا پایان عصر 7 پادشاهی میکند. از اون پسر با نام تمغاسب است. تمغاسب بعد نشرات نیای دوم سامان خدا است. تمغاسب بعد سر پدرش در نبردها با ترکان کشته می شود و تمغاسب به جای پدرش میشیند و یک مدت در بلخ مدت حکمرانی میکند و این هم در نبردها کشته می شود و به جای او خومیتاس میشیند. خومیتاس پسر تمغاسب. بله. یعنی تمغاسب پسر نشرات است، خومیتاس پسر تمغاسب است و سامان خدا پسر خومیتاس است. یعنی این 4 نیا پی در پی می آیند. و این خومیتاس هم در یکی از نبردها کشته می شود، در نبردهای ضد احناف ابن قیس. احناف ابن قیس این سرلشکر عرب بود که از دنبال یزدگرد 3 آخران پادشاه خاندان ساسانیان دنبالگیر کرده تا مرو آمد و در مرو این مدت والی مرو بود و به بلخ لشکر کشید و بلخ رو و هنگام لشکر کشیدن به بلخ بادغیس و مروارود و دیگر شهرها را بسیار بیدادگری ها کرد و وقتی که به بلخ نزدیک آمد
سامان خدا جوان حکیم بلخ بود. او مشورت کردن همراه برمک کوهین نوبهار و همراه گروه سرلشکرش گفتن همین ما اگر خواهیم نخواهیم توان جنگ میدهیم، خواه جنگ کنیم خواه جنگ نکنیم. باید بهتر رفته همون احناف ابن قیس قطع سازش بندیم توان جنگتیمو هم بلخ از خراب شوی برهونه. و اینها 3 نفر با نماینده های دیگر میگویند مشورت میکنند و احناف ابن قیس پیشنهاد اینها را قبول میکند. اینها یک باره 400,000 درهم توان جنگ میدهند و 100,000 هر سال. بعد سازش و صلح احناف ابن قیس دروازه های بلخ میگشایند. احناف ابن قیس این سرلشکر عرب وارد همون بلخ میگردد و اولین کاری که احناف ابن قیس میکند در همون آتشکده یا معبد نوبهار نماز میگذارد و اینها مشورت میکنند که همین آتشکده نوبهار یک آتشکده بسیار زیبا و خوشتر بود که از دوره همون گشتاس مانده بود و این یک آتشکده بسیار آوازه‌دار بود که 360 حجره داشت. در اینجا آدم‌ها درس میخواندن و مثلا همون تعلیم میکردن و عبادت میکردن و در هر 360 روز سال بخشیده شدگی بود و بسیار عبادتخانه با شکوه بود و همین احناف ابن قیس روز دوم و سوم نمازخانه میگوید که دیوار بشکنید و در اونجا محراب میسازیم میگوید و محراب میکشویند و در اونجا مناره اذانگویی میسازند و همون نوبهار را 2 تقسیم میکنند. قسمی برای نمازگذاری، قسمی برای عبادت زردشتی و یک مدت از میان میگذرد و عرب ها با ثروت و با بازار و با کالا و با دارایی مردم دست درازی کردن میگیرند و آهسته آهسته حتی همون تاریخ نگاران می نویسند که ابن ندیم می نویسند که همون وقتی که نوبهار را گرفت همون آتشکده نوبهار میگوید یک درغات آبی داشت. همین درغات آبی داشت، زمین داشت میگوید و از همون درغات آبی همون زمین و باغ و راغی که همون خاصی همون آتشکده بود میگوید همون احناف ابن قیس با سرلشکرش گرفت و تقسیم کرد. همون زمین میگوید زمین و آب و آب میگوید میفروختن به مردم برای آبیاری. و در این مدت همین سامان خداست که اونقدر کلانسال نبود و جوان بود از حکیمی برکنار میگردد و به جای او حکیم عرب میشینانند و این مردک ثروتمند که بود از پدرش ماندگی بود آهسته آهسته باغ و راغ و زمین و قصر و کشک و آهسته آهسته دست درازی کرده با هر بهانه همون از سامان خدا ستاندن میگیرند. نام اصلی سامان خدا ارشک است. همون پدر ارشک، بله پدرش ارشک نام گذاشتگی بود و همین وقتی که این همین ارشک در همون از حکیمی برکنار می شود و می بیند که وضعیتش کمتر تنگ شد به همون عبادتگاه کمتر می رود. در همون دوره احناف ابن قیس همون سرکوهین عبادتگاه همون نوبهار با نام خالد برمک بود، آدم موسفید بود. همونا با مکه و مدینه برای زیارت میفرستد، میگوید رفته حج کرده بیا، مجبوران میفرستد و این آدم میرود حاجی میشود. بعد زیارت کردن نام عبدالله را میگیرد برمک و برگشته میگوید. وقتی برگشته اومدن سامان خدا میبیند که مردم اینا اونقدر قبول ندارند. همون عبدالله برمکه یعنی خالد برمک نام عبدالله برمکه میگیرد. بعد این سامان خدا مساعدت میکند پسرش میشنونم سرکوهین بزرگ معبد گویم نوبهار پسرش میشود و در همین دوره از میان چندین سال میگذرد و هنگامی که با حکیمی عبدالله میشند و او مثلا به همین مردم بلخ توجه داشت و سامان خدا میبیند که همین مناسبت ها اونقدر با همون عرب ها خوب نیست
برای همون می‌بیند که همون دین زردشتی کاهش یافته ایستاده است، پیروان دین زردشتی کم شده ایستاده‌اند. این خسته به زیارت همون حاکم عبدالله می‌رود و در اونجا اینو خوش می‌پذیرند و مهمانداری می‌کنند و این در همونجا اسلام قبول می‌کنند در محرم. بعدی می‌بینند که بسیار مرد همون پشتش آدم بزرگ و حاکم و دارنده هست و با خرد است. همون عبدالله اینو برگشته حاکم بلخ میماند، سامان خداتا. این ارشک نام داشت اون وقت. لیکن از بس که در همون دوره ها کمتر وضعیتش ناگوار شده بود، در بلخ در صالح آباد نام نزدیکی ترمیز یک زمین بی‌حاصلی رو خرید که همون زمین آبیاری کرد و آب کشاند و باغ کرد و به همونجا کوچیده رفته بود. و در همونجا عنوان از بس که همون آباد کرده بود، مثلا بخار خدات و وردان خدات، اینا باید سامان خدات عنوان میده. همون دیه را سامان نام میماند، همون دیه آب خریدگیشه سامان میماند و اینا سامان خدات میگویند و نامش ارشک و ایستا فراموش میشود و اینا همچون سامان خدات برگشته به بلخ حاکم میمانند و این یک مدت در بلخ حاکم میشود و هنگام حاکم بودن 100,000 درهمی که برای ساختن مسجد داده بودند، 100,000 درهم مسجد می سازد و هنگام برگشته آمدن صاحب پسر می شود که نامش اسد میماند و خاطر همون حاکم مثلا عربی که در مرو بود نامش اسد ابن عبدالله بود. همین پسرش اسد نام میماند و از همین وقتی که اسد به کمال رسید این از حاکمی دست کشیده گوشه‌نشین می شود و همون دولتداری و حاکمی بلخ به پسرش اسد میسپارد. یعنی اسد ابن سامان خدات و سامان خدات یک مردی بسیار زیرک و دانشمند و سازشکار و دانشمند بود. حتی وقتی که در همونجا در بلخ بود همون کوشش میکرد که خاندان برمکی ها را پشتیبانی کند و خاندان برمکی نسل سیومش برمک سیوم دختر یکی از حاکما را به زنی میگیرد و برای همین سامان خدات هم همین منظره ها را دیده عاقبت به اسلام رو می آورد و از همون مذهب زردشتی دست میکشد. او میدونست که مثلا خاندان های مثلا صفاریا و مثلا طاهریا بدون سازش با همون چی گرفتار مثلا نبرد و کچاکش شدن. این برعکس هم خاندان آنها سازشکاری و مصالحه کاری و همکاری را پیش گرفت و برد کرد و از این خاطر آیین اسلام در بلخ پهن شد. خاندان سامان خدات در سیمای پسرش یک نفر مثلا پیش برنده سیاست پدر پیدا کرد و پسرش اسد ابن سامان خدات یک جوان بسیار زیرک و هوشمند و مثلا پیش برنده سیاست پدر بود که پدر به گوشه‌نشینی رو آورده، به ریاضت و عبادت رو آورد و با همین در سن نهایت پیرانسالگی از جهان گذشت. هنگامی که درباره سامان خدات صحبت میکنیم، خواه و ناخواه برآمد جناب عالی پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در پیام گذشته که 28 دکبر ارائه کرد، در اونجا درباره فرهنگ سالاری، درباره بزرگداشت سیماهای گذشته، درباره پاس گذاشتن تاریخ حرف میزند و در اونجا پیشنهاد میکند که اعلامیه کوروش کبیر همچون یک سند حقوق بشر 2550 سالگیش جشن گرفته شود. این باعث افتخار و سرفرازی ماست و ما باید به دوده و دودمان گذشتگان خود به سامان خدات آشنا باشیم و از کدام دوده هست، از کدام دودمان هست، او چی کار کرد، در تاریخ چی نقش گذاشت، همین را باید به تماشابینان برسانیم و در سیمای سامان خدات باید درک بنماییم که ما از کجا آمده ایم و به کجا روانه ایم، از کدام نسب هستیم. پدر سالار ما نخستین دولتداران ما کی بودند، از این مردم یعنی تماشابینان و خوانندگان و شنوندگان یعنی آگاه شوند.